أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از بریده رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب ترمذی 982 می باشد و در کتاب سنن ابن ماجه 1452 می باشد. بریده از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: المؤمن یموت بعرق الجبین. مؤمن هنگامی که مرگش فرا میرسد او از سر و رویش عرق جاری می شود. در حقیقت الله بندگان صالحش را هنگام مرگ از گناه ها پاک می سازد. وقتی که عرق از بدن انسان جاری می شود، این دلالت می کند که او از گناهانش پاک می شود. مؤمن که در این دنیا برای رضاگی الله را یافتن مشقت می کشد، روزه می گیرد، نماز می خواند، حج می رود، زکات می دهد، تا آخرین لحظه های مرگ او مشقت می بیند. و این چنین می گویند که هنگامی که مؤمن مرگش فرا می رسد او از الله شرم می کند، خجالت می کشد. بنابراین او از خجالت عرق می کند می گویند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین بشر هستند. عایشه مادرمان می گویند که ما اغبط احدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله. من می گویند هرگز تمنا نمی کنم که بعد اینکه تمنا نمی کنم به مرگ یگان کسی که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم که در هنگام مرگ چگونه مشقت می کشیدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم لحظه های روزهایی که مرگشان نزدیک بود بیهوش می شدند، در سردرد بودند. در حقیقت الله اما برآمدن روح از بنده مؤمن این با آسانی می باشد. خیلی که الله می گوید و النازعات غرقا و الناشطات نشطا. مؤمن هنگامی که مرگش می براید به مانند آبی که از آبگینه بیرون می براید همچنان می براید. اما وقتی که کافر از این دنیا می رود او به مانند مویی که از شتر کنده می شود همچنان جانش را می گیرند. مثل دندان انسان وقتی که می کند چه خیلی درد و الم می کشد همچنان کافر عذاب می کشد. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند المؤمن یموت بعرق الجبین. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتند سخت‌ترین بلا برای پیامبرها می باید اما و این چنین سپس برای مؤمنان که ایمانشان قوی است و سپس از وی پستر و پستر. مؤمن که در این دنیا با عملهای صالح با جستجو کردن رزق حلال از مشقت میکشد، حتی در لحظه های مرگ که این دنیا رو پدرود میگوید مشقت میبیند. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر میگویند. دنیا زندان مؤمن است و اگر در این دنیا کافر در بهشت نه حدودی الله را میداند، اما هنگام مرگ روحش وقتی که میبراید همچنان این از آغازی عذاب او می باشد. این بود شرح مختصر این حدیث. علیکم و رحمت الله و برکاته.